در ولایت سوخت دوامی 5 روز آخر حرارت هوا تا 45 درجه گرم می شود. شروع از سنه دوم تا هفتم ایونی سال جاری حرارت هوا تا جای گرم خواهد شد. در این باره سردار مرکزی آب و هواشناسی ولایت سوخت عبدالولی حمیدوف صبح امروز سنه دوم ایون طریق صحبتی تلفنی به ما اطلاع داد و تاکید کرد که سنه های سوم و چهارم ایون در سوخت حرارت هوا روزانه 38-39 درجه گرم می شود. سنه های پنجم، ششم و هفتم ایون باشد بلندشوی حرارت هوا از 42 تا به 45 درجه پیشگویی کرده می شود. آب و هواشناسان می گویند در نتیجه بلند شدن حرارت هوا نمناکی پست می شود و این حالت به سلامتی گروه از ساکنان نیز تاثیر منفی خود را می رساند. بلند شدن حرارت هوا این بیشتر وقتی که بلند شد نمناکی پاک می شود. نمناکی هوا که پاک شد این در بسیار آدمایی که بیخ نفس هستند، بسیار آدمایی که فشار خونشان فشار بلند هستند، همون نوبت بسیار ضرر می‌برد. بسیار بر در نمناکی خوب که بسیار که می‌پرد در خارج‌های دهقانی ضرر می‌برد. در کشاورزی نمناکی در ترتیب خوب نمی‌ماند. اونا باید که با همون زراعت‌های خارجی قشلاقشان که خوب مونده ایستند که همون نمناکی در ترتیب خوب نپرد و زراعت‌های کشتشان با کمی یا که به نیستی نرود. بنا به گفته آب و هواشناسان احتمال است که امروز سنه دوم ایون ساعت 17 بیگاه در برخی از شهر و نواحی ولایت سوخت بارانی کوتاه مدت بارد، اما در دیگر روزها حرارت هوا بلند و ببارش گفته می شود. سردار مرکزی آب و هواشناسی ولایت سوخت عبدالولی حمیدوف میگوید بلندشوی حرارت هوا همه ساله در فصل تابستان به خصوص ماه‌های ایون و ایول به مشاهده می رسد و تاکید کرد که در 10 روزه ماه ایون سال گذشته حرارت هوا در ولایت سوخت 40-45 درجه گرم شده بود. هفته آینده از روز هفتم با روز ششم نشان داده شده است که حرارت هوا از 37 روزانه به 35 از 6 گرادوس می‌آید. روزی از ششم به هفتم نشان داده شده است. از سوم به چهارم به پنجم نشان داده شده است که از 37 از 6 تا 41 از 1 گرادوس حرارت هوا می‌برد. با بلند شدن حرارت هوا در سوخت صفی بیمارانی دل و فشار بلندی نیز زیاد می شود. دکتران می گویند در نتیجه تغییریابی اقلیم و پست و بلند شدن نمناکی هوا بیماری های تربات، بغم، دل و رگ‌های خونگرد و بلندشوی فشار خون بین ساکنان زیاد به چشم می رسد. در این حالت شخصانی به این بیماری دچار شده را ضرور است که به سلامتی خود اهمیت جدی داده در هوای گرم به ضرورت در کوچه ها سیر و گشت نکنند. از ساعت 14 تا ساعت 16 که اوج خروج گرمی به نظر می رسد و ارگانیسم خصوصا میانسال و کلانسالان که به بیماری‌های رگ‌های دل و خونگرد گرفتار می باشد خود را از آفتاب احتیاط کنند، چون که بلندشوی حرارتی بدن و دیگرگونشوی سیستم رگ‌های خونگرد آورده می رساند. وقتی که هوا خشک است، گرم است و ناگهان باران می بارد، این آورده می رساند به دیگرگونشوی موج‌های الکترومگنیتی فضایی که از آن ما استفاده می‌بریم. این دیگرگونشوی موج‌های الکترومگنیتی در فضا عاید زیادشوی ماده‌های تاثیر کننده بیولوژی می‌گردد که این هم باعث ناراحت گردیدن بعضی سیستم‌های عضوهای عصب و عضوهای غدودهای درونی آورده می‌رسد. یوسف خاکرایفی 80 ساله یکی از بیماران مرکزی دلشناسی ولایت سوخت می باشد. وی از ناحیه دیوشتیچ به خوجند آمده حالا دوامی 9 روز اینجانب در اینجا طبابت می گیرد. پیوسته در زیر نظارت دکتران دلشناس قرار دارد. بلندشوی فشار خون در این بیمار بسیارتر در هوای گرم یعنی فصل تابستان خروج می کند و تاکید کرد که بیماری فشار خون نزدیک 45 سال اینجانب او را اذیت می دهد. در حالت سری وقت نگرفتن معالجه و استعمال نکردن داروهای ضروری وضع سلامتیش بد می شود. هر سال 2 مرتبه من از سنجش گذرانیده همان در وقتی لازمش طبابتخانه به طبابت میگیرم و باقیماندهش با همون نزدیکی دکترها در خانه طبابت گرفته میکردم. هوای گرم البته وای میشد، هوای سلقین با سر نرمال میکردیم. حالا در شعبه نامرتبی کاری دلی مرکزی دلشناسی ولایت سوخت بیش از 30 نفر بیماران بستری می باشند. در این شعبه شخصانی که از یگان نمودی بیماری دل اذیت میکشند طبابت میگیرند. خروج این گونه بیماری باشد بیشتر در نتیجه بلند شدن حرارت هوا مشاهده می شود. آگاه میکردند که مثلا در هفته 2 مرتبه معلومات نامه در صحیفه روزنامه پیدا میشد و بیشتری بیمارانی که
ба гирифтори бемории ишемии дилу фишорбаландӣ гирифтор мебошанд онҳоро огоҳ мекарданд ки як рӯз пеш аз вайроншавии боду ҳаво бештар дозаҳои доруҳои муқарраршудагии тавсиядодиши табибонро истеъмол кунанд. духтурони дилшинос ба шахсоне ки шикоят аз тарафи дил доранд истеъмоли хӯроки серғизо ва хамиринро тавсия намедиҳанд, зеро истеъмоли хӯроки серғизо ба саломатии онҳо таъсири манфӣ мерасонад. Ин гуна шахсон бояд бештар хӯрокҳои тезҳазмшавандаро истеъмол кунанд ва дар гармӣ ба берун набароянд. гузориши Фарзона Шамсиева, Наимҷон Аюбов барои барномаи Иттилоотии Хабар.